امروز جمعه 22 مای است و در این صبح بر وقت به همه شما بینندگان عزیز درود میفرستم از دفتر مرکزی رادیو زودی در پراگ. ساعت با وقت اینجا 7 صبح و روز سعید رو برای هر یک شما عزیزان تهنیت میگم و امیدوارم هر جای دنیا که هستید صحت و سلامت باشید. و حالا با اجازه شما رو میارم به تقدیم خبرها. قرار است یک هواپیمای شرکت ترکیش ایرلاینز در پرواز چارتری یا غیر نقشه‌ای 10 شهروند تاجیکستان را از استانبول به دوشنبه آورده در راه بازگشت 100 شهروند ترکیه را ببرد. اکرم محمودов شهروند تاجیکستان که طی 2 ماه باز در استانبول درمانده است 21 مای به رادیو زودی گفت انتظار می‌رود پرواز امروز 22 مای صورت بگیرد. وی گفت حالا از ما خواستند که زمان بلیط‌های خود را عوض کنیم و آماده پرواز باشیم. صحبت ما گفت که آنها در ماه مارت بلیط خریده بودند ولی به سبب قطع پروازها نتوانستند آن را استفاده کنند. یک روز پیش از این ادیب رحیم و صاحبکارزن تاجیک در استانبول گفته بود که به حساب آنها تا 300 کس منتظر بازگشت به وطن می باشند. در همین حال خبرگزاری آزیا پلوس از قبل سفارت تاجیکستان در ترکیه می نویسد که هواپیما به وقت دوشنبه ساعت 1:45 شب امروز از ترکیه به پایتخت تاجیکستان پرواز میکند. این هواپیما امکان با خود بردن 280 نفر مسافران را دارد. از همین خاطر بینندگان عزیز آنهایی که در استانبول بند مانده اید به سفارت مراجعت کنید. حکومت تاجیکستان اخیراً اعلان نمود شهروندانی را که به سبب گسترش کرونا ویروس در خارج درماندند مرحله به مرحله به وطن می‌آورد. اما مقامات میگویند جریان بازگرداندن شهروندان به فراهم آوردن شرایط ضروری از جمله آماده بودن جایهای کافی برای کرانتین وابسته خواهد بود. همین گونه انتظار می‌رود در چند روز آینده حکومت روسیه شهروندانش را از 14 کشور عالم این جمله از تاجیکستان بیرون آورد. 25 مای یک پرواز از دوشنبه به مسکو تعریض شده است و گفته می شود که 26 مای یک پرواز از دوشنبه به کراسنویارسک و خود همان روز یک پرواز دیگر از دوشنبه به یکاترینبورگ مد نظر می باشد. سفارت تاجیکستان در روسیه می گوید آنها با جانب روسیه مذاکرات دارند که این هواپیماها از روسیه مهاجران تاجیک را با خود به وطن آورند. سفیر می گوید در نوبت اول مهاجران تاجیکی را که در بازداشتگاه‌های موقتی روسیه قرار دارند به وطن برگردانده میشوند. به حساب سفارت حالا 400 نفر از زادگان تاجیکستان در بازداشتگاه‌های موقتی روسیه قرار دارند. یادآور میشوم که صبح 20 مای در یک پرواز مخصوص شرکت تاجیک ایر از مسکو به دوشنبه تابوت مهاجران فافتیده و بیش از 230 مهاجران اخراج گشته را که در بازداشتگاه‌های موقتی نگهداری میشدند به وطن آورد. وزارت تندرستی تاجیکستان گفت در شبانه روز گذشته 210 کسی دیگر به کووید 19 گرفتار شدند و روز 21 مای شمار عمومی بیماران به 2350 نفر رسید. به اطلاع رسمی از زمان اعتراف موجودیت کرونا ویروس نو در تاجیکستان 1008 کس از این بیماری شفا یافته 44 نفر جان باختند. اما بر اساس فهرست غیر رسمی در اینترنت شمار جان باختگان از کرونا ویروس و التهاب شش بیش از 290 کس حساب شده است. این فهرست را بر اساس خبر رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و اطلاع نزدیکان فافتیدگان تهیه می‌کنند. موجودیت این نامگوی دلیل آن است که امور رسمی دولت زیر شبهه گذاشته می‌شود. مقامات موضوع را شرح نمیدهند اما دسترسی به رویخط غیر رسمی در تاجیکستان محدود کرده شده است. در همین حال رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان از مقامات خواسته است که معلومات را درباره شمار بیماران و فافتیدگان پنهان نکنند. در روزهایی که وزارت تندرستی تاجیکستان میگفت هیچ کس از این بیماری نفافتیده از کاربران زیادی از درگذشته نزدیکان و همکاران خود خبر دادند. یک مشکل در میان است که مقامات تندرستی قسم زیادی بیماران و فافتیدگان را نه گرفتار کووید 19 که بیماران التهاب شش می‌شمردند. همچنین وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد تا 21 مای در شفاخانه‌های سراسری کشور 3253 نفر زیر نظارت پزشکان هستند و در شبانه روز گذشته بیش از 600 کس را پس از شفا یافتن به خانه‌هایشان جواب دادند. ولی مشخص نیست که این افراد با نشانه‌های کرونا ویروس یا گمان گرفتاری به آن بستری هستند یا مریضی دیگر. شهرت رحمت الله پسر رحمت الله رجب عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی روز 21 مای گفت که بعد تخمینا یک ماه مبارزه با کرونا ویروس پدرش شفا یافته از بیمارخانه زندان آزاد شد. شهرت رحمت الله به رادیو زودی گفت از خواهرش شنید که پدرش را دیروز جواب دادند و او به برک یا اتاق زندان برگشت.
رحمتالله رجب 61 سال دارد و با گفته پسرش متخصصان طبی وزارت بهداشت بر اساس توموگرافی کامپیوتری در زندان گفتند که او پنیومونیای دو طرفه دارد. در حال مقامات تاجیک وجود کووید 19 در زندان‌های تاجیکستان را تصدیق نمی‌کنند، ولی عائله رحمتالله رجب بعد مشورت با طبیبان خارجی به این عقیده است که این سیاستمدار زندانی از کرونا ویروس رنج می‌کشید. شهرت رحمتالله گفت از مراقبت طبیبان بیمارخانه زندان رقم 1 به سردار آن خورشید میرزازاده صمیمانه سپاسگزار است که در چنین مرحله سنگین برای معالجه و درمان پدر بیمارش یاری کردند و در انتقال دارو و درمان خویشاوندان به پدر بیمارش هیچ تأخیری صورت نگرفته است. با گفتش ماموریت زندان به او امکان دادند که دوامی هر 2 روز 3-4 دقیقه با نزدیکانش صحبت تلفنی بکند. شهرت رحمتالله گفت که جریان بیماری پدرش سنگین میگذشت. چندین روز طبیب بلند و مشکلی نفس کشی داشت. با عائله‌اش تا آخر از صحت او نگران بود. منصور جان عمر سردار اداره زندان ها روز 21 می در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که احوال رحمتالله رجب در زندان بهتر شده است. این خبر در حالی است که نزدیکان چندی از زندانی‌های دیگر از جمله سویبکار زید سعیدов هم درباره با نشانه‌های کرونا ویروس بستری شدن عزیزانشان اظهار نگرانی کردند. مقامات زندان‌های تاجیکستان قبلا گفته بودند که بیش از 20 محبوس را با تب بلند و درد گلو به کرانتین گرفتند. рамазон қодиров раҳбари ҷумҳурии чеченистон бо шубҳаи гирифторӣ ба коронавирус бистарӣ карда шудааст. ба иттилои баъза ва интерфакс қодировро бо ҳавопаймо ба яке аз шифохонаҳои Москав бурданд. тасдиқи расмии хабар ҳанӯз нест. оҷонсии иттилоотии интерфакс рӯзи 21 май ба нақл аз манбааш дар ниҳодҳои беҳдоштӣ гуфт рамазон қодировро бо шубҳаи коронавирус зери назорати пизишкон қарор доданд. раҳбарони ҷумҳуриҳои чеченистон ва доғистон дастур доданд ки ҳар гуна ҷамъомад дар рӯзҳои иди фитр манъ шавад. дар ин ҷумҳуриҳо иди поёни моҳи рамазон аз 23 то 26 май ҷашн гирифта мешавад. вазири умури дохилии чеченистон гуфт ки ҳаракат дар ҷумҳурӣ манъ буда ҳар касе ки хилофи он амал мекунад тибқи қонун ҷазо мегирад. дар доғистон мақомот таъкид карданд ки шаҳрҳои қизлар ва қизилюр дар давоми 4 рӯзи ҷашни иди фитр дар ҳолати карантин хоҳанд буд. як рӯз пеш аз он рустам минихонов президенти ҷумҳурии татаристони русия ба президенти русия владимир путин гуфт мардуми ин ҷумҳурӣ аз сабаби пандемияи коронавирус иди фитрро дар хона ҷашн мегиранд. одатан мусулмонон иди фитрро бо намози дастаҷамъӣ таҷлил мекунанд, вале имсол сирояти коронавирус аксари ҷамоҳири собиқи шӯравиро водор кардааст ки намоз дар масҷидҳоро манъ кунанд. و بینندگان عزیز در این لحظه میخواهم یادآور شوم اگر شما میخواهید که نواری بگیرید، عکسی داشته باشید و خبری دارید که میخواهید در آزادی ویدیو یوتیوب نشر شود، در برنامه خبری نشر شود، پس با وایبر، واتساپ و تلگرام ما تحت رقم 420 724 056 681 برایمان بفرستید و ما در صورت دریافت مواد از شما حتما برایتان زنگ میزنیم اگر البته این موادها قابل پخش باشند. و بار دیگر یادآور میشوم به هنگام ثبت نوار دوستان عزیز از استفاده الفاظ قبیح خودداری ورزید تا اینکه ما توانیم نوارها را پخش نماییم. رئیست گفتگوی جنایتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بعد مدت کوتاهی پس از نشر ویدیوی لطوکوبی بیرحمانه نابالغ از سوی پدرش خبر داد که ضمن برگزاری چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی این پدری سنگدل معین و دستگیر شده است. روز گذشته شبکه‌های اجتماعی رو ویدیوی لطوکوبی کودک از جانب یک مرد به دهشت انداخت. در ویدیو دیده می شود که مرد کودک خردسال رو بیرحمانه میزند و پایش رو به سرش سخت زیر کرده فشار می‌آورد. کودکی بیچاره مادرش رو به امداد دعوت می‌کند. به قول مقامات انتظامی مردی در نوار بوده ساکن شهر خوجند انامزاده فردوس عباس سال تولدش 1981 بوده است که قبلا برای غیرقانونی به معاملات برآوردن پول‌های قلبکی محکوم شده است. رئیست گفتگوی جنایی گفت با تحقیق این قضیه کارمندان میلیسیای ولایت سوخت مشغول می باشند. گفته می شود هدف پدر بیرحم از چنین مناسبت با فرزندش پول بوده است. همسر او در مهاجرت کاری در روسیه قرار داشته است و این مرد با چنین شیوه میخواست که همسرش به وی پول فرستد. او فرزندش را بیرحمانه لطوکوب کرده این لحظه ها را به نوار میگرفت و به همسرش میفرستاد تا که وی برای فرزندانش ترسیده به او پول فرستد. واقعا این گونه مناسبت و رفتار هر یک فرد سالم عقل را بینندگان عزیز به دهشت می‌آورد که چگونه میتوان با فرزند خردسال این طور بیرحم بود.
و خوانندگان سامانه رادیو آزادی روزهای اخیر شکایت دارند که در شرایط کرونا ویروس گویا برخی از کارمندان اداره‌های بودجوی را در تاجیکستان به رخصتی مجبوری یا بیمزد فرستادند. آنها از ما خواستند تا کجا قانونی مسئله را از مقامات پرسیم. مقامات تاجیکستان فعلا به رخصتی بیمزد فرستاده شدن کارمندان اداره‌های دولتی را رد می‌کنند. حقوقدانها میگویند اگر چنین کاری صورت گرفته باشد غیر قانونی است. رجب علی رجبов سردار یکی از ریاست‌های وزارت مهنتی تاجیکستان گفت با در نظر داشته گسترش کووید 19 و در این زمینه پیدا شدن مشکل میان کارفرما و کارمندان توصیه‌های را به مؤسسه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی آماده کردند. روز 21 می گفت حالا رهبران بعضی از کارخانه‌ها و شرکت‌ها می‌پرسند در حالت اشکار شدن بیماری در میان کارمندان حق به رخصتی بیمزد فرستادن آنها را دارند یا نه. طبق مقررات ماده 117 کدکس مهنت به رخصتی بیمزد فرستادن کارمندان تنها با راضیگی کارمندان امکان پذیر می باشد. در عکس حال به رخصتی بیمزد فرستادن کارمند غیر قانونی است. این در حالی است که کاربران از آن اظهار نگرانی می کنند که در شرایط پنجشنبه بیماری کووید 19 زندگی بدون معاش و جای کار دشوار است. رجب علی رجبов میگوید کارفرما در حالت‌های مفلس شوی حق دارد کارمند خود را از کار براند، اما در این صورت نیز وظیفه دار است معاش 3 ماهه را پرداخت نماید. طبق اطلاع شهردار دوشنبه فعلا از 863,000 ساکن قابل کار در پایتخت کشور بیش از 512,000 نفرش خانه نشین شدند، زیرا در روند تحصیل در مکتب‌ها و دانشگاه‌ها و فروشگاه‌ها و کاشانه‌های حسن تعطیل اعلان شده است. خب بینندگان عزیز، در پایان صحبت برای شما از قرب خارجی میگویم که از طرف بانک ملی چنین تعیین شده است $1 10 سومانی و 26 درم است. 1 یورو کمی بیش از 11 سومانی ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی رسا 144 سومانی تعیین گردیده است که نسبت دیروز 50 درم بیشتر است. و بینندگان عزیز، من شما را باز در دوام روز منتظر خواهم بود با خبرهای از این بیشتر. تشکر میگم که ما رو تماشا کردید و یادآور میشم که صحبت بعدی ما بعد از 3 ساعت دیگر صورت میگیرد. و خدا نگهدارتان و خود را احتیاط کنید.